حالا براتون سوال شده اگه یه تیکه گوش یا چیز دیگه بندازی تو اسید چی میشه؟ درسته، توی ویدیو قرار متوجه شی. این یه دونه اسیده و امروز قراره ما چیزهای مختلف رو با اسید تست کنیم و ببینیم آیا به دستگاه شوخوشا. این یه دونه اسیده و ما امروز قراره چیزهای مختلف رو با اسید تست کنیم و ببینیم چقدر مقاومت نشون میده و در عرض چند ساعت از بین میرم. این اسید یکم گیر آوردنش برای من سخت بود، یعنی من یه بار این ویدیو رو گرفتم صداش بد شد و من مجبور شدم برم یه اسید دیگه بگیرم. پس ممنون میشم تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. ویدیو رو لایک، سابسکرایب و کامنت بذارید چون من به نقد و نظرات شما نیاز دارم و لایک هم باعث میشه ویدیو وایرال شه. خب اولین آیتممون یه دونه تخم مرغه و قراره ببینیم تو اسید چه واکنشی نشون میده، چون از کلسیومه و اصلا یکی از قاتلاییه که کلسیومه و بریم ببینیم چی میشه. وایسا پدر سگ. یه تندی داره واکنش نشون میده. اوه حال سیه یا همون شد بابا، یا داره میاد بالا. نریزه روم، چقدر هم سفید و باحالی شده. در حال نباید دست بزنیم بهش. برو بابا گو خوردم. امیدوارم دستگیرش پاره نشه. اوه اسید باشی. فکر کنم یکم اسید زیاد ریختم، برم اسیداشو خالی کنم. بریم سراغ آیتم بعدی. سید آیتم بعدی یکم خطرناک خودشه. نه 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 تیغ همومم شد آیتم. وای لعنت بهت. 100,000 تا بعد وقتی یه دونه تیغ همومو کردیم تو قوطی، الان ببینیم اسید بریزیم روش چی میشه. از ترس نترکیدن دستکشم اینه اینجوری بلندش. الان باید میکروفون میافتاد واقعا. انقدر یعنی من بعد شانسم. تو رو خدا تو دیگه مثل قبل یک کف نکن. هنوز که اتفاق خاصی براش نیفت. اوه کف کرد. داره میشه. این هم میذاریمش کنار ببینید چه اتفاقی براش پیش میاد. یه قوی تر از این هستید من نتونستم پیدا کنم. اگه هم پیدا میکردم بهم نمیدادم به خاطر کارایی که اوه چقدر داره باد میاد. میکروفون چرا باید بیفته؟ میکروفون چرا باید بیفته؟ لعنتی. الان من اگه یه قطره این اسید بریزه رو لباسم بگاه میره. نه توف توی شانس. آیتم بعدیمون یه دونه گوشته، یعنی یه تیکه گوشت مرغه و قراره بره اینجا و ما روش اسید بریزیم. تو قراره تو اینجا بمونی ببینیم چه اتفاقی برات پیش میاد عزیزم. من واکنش اولیه‌ای داری یا نه؟ شروع کرد مثل سگ گاز تولید میکنه. یه سری حبابای ریزی داره تولید میکنه اما در حال چرا ریخت؟ خیلی قویه، مثل اینکه جنس خوبی داد، مثل اون اسید قویه تخماتیش نیست. آیتم بعدیمون چی بود؟ آیتم بعدیمون پایینه. چطوری من اینه برم پایین؟ حساب آیتم بعدیمون یه دونه نالنگیه. چرا کار نمیکنه؟ دستکش نسوزونه پدر سگ. بلش کن کنسله. باشه برو. خب من اینا رو میذارم بالا پشتمون و فردا میام نتیجه رو بدون نشون میدم تک به تک. امیدوارم برسه ویدیو. امروز دوشنبه. گاز ندید دیگه، گاییدید ما رو.
چون نکنید اصلا خواسته یه چیزی بهمون نشون بده. نکنید شکلش عمل اسیدی که ریخته روی زمین نگاه کنید چه جوریه. سلام، امروز فرداست، یعنی 24 ساعت گذشته و من الان که دارم اینا رو میبینم کلا با دیروزشون خیلی فرق داره، یعنی چیز دیگه وجود نداره. الان براتون میارم ببین. بچه‌ها اینو تخم مرغ است. واو، تنها چیزیه که سالمه. نه که سالم نیست. نگاه کنید اینجا رو. پشما، تخم مرغ تبدیل شده به توپ. بهتر زیادش دست نزنیم، اسیدیه، خیلی اسیدش خطرناکه. الان قدرتمند بودنشو دارم درک میکنم. نگاه کنید این اون مرغ است. حتی چیز دیگه از مرغ نبود. اوه خدای، تبدیلش کرده به آب. هیچی از مرغ نمود، اسیدشو. اوه، اسیدش هنوز کار میکنه و یه خود قلیزتر شده. مرغ دیگه هیچی ازش باقی نمونده. چون نگاه کنید تیغ، البته دیگه تیغی باقی نمونده. وقتی یه مش آب سبزه، انگار آب یه شرکه یکی ریخته تو لیوان. نکنه تیغ از آب شرک درست میکنن. منطقیه. تنها چیزی که به اسید واکنش نداده همین نالنگیه. ببینم. اوه نه، لاحت له میشه. چون نارنگی یکم خودش اسید داره، یک کوچولو مقاومت نشون داده، اون شکل ظاهری خودش حفظ کرده. ولی اینا من الان له کرد. ای پدر سگ مادر. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید و لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. این ویدیو رو هم حتما لایک کنید چون من 2 بار این ویدیو رو گرفتم و به خاطر این میکروفون تخماتیک ضبط نشد و همین دیگه، حرف دیگه ندارم. Dans mon esprit tout divers, je me dans tes yeux, je me noie dans la vague. Amoureux, je ne veux que ton fragance sur ma peau, une fleur dans ton cœur. اوه اینجا رو داره میقوله.